پس از سقوط دیکتاتور عراق در سال 2003 یکی از سنت‌های دیرین شیعیان احیا شد. اکنون هر ساله میلیون‌ها زائر از سراسر جهان در ایام 40 حسینی مسیر 80 کیلومتری نجف کربلا را در مدت 3 روز با پای پیاده طی می‌کنند. اینجا جلوه از جامعه ظهور امام صاحب الزمانه. من میگم حج واقعی اینه. تا آدم نیاد نبینه خودش حس نکنه نمیدونه چه اتفاقی اینجا داره میفته. چیزی که دیدنی نیست، چیزی که باید بیایی و زندگی کنی. همه راه ها به اینجا ختم میشه و اینجا به بهشت، به صاحب بهشت، به کلیددار بهشت. جا مردم همه توجهشون به مقصد، اخبار نمیشنون، از خانوادهشون نمیپرسن، از همه چیزهایی که دنیا هست. تنها چیزی که دارن، تنها امیدی که دارن به مقصد برسن. مقصد حسین. از ایران. ما از نجف اومدیم. فقط تو راه بودیم؟ 2 روز تو راهیم. خسته نشدیم تو راه؟ اصلا. من خودم بنده هیچ خستگی احساس نمی‌کنم با توجه به اینکه مشکلات درد کمری اونم دارم. اصلا به خودم باور نمی‌کردم که بتونه این مسیر رو بیام. من تو قم نیم ساعت هم نمیتونستم پیاده برم. از بچه شیخوار زن بچه به بغل ما اینجا دیدیم تا پیرمرد 80 ساله. نمیشه توصیف کرد، باید حتما اومد دید اینجا رو. اینو واقعا میگم خیلی قشنگه. از سوئد اومدم، از استکهلم، از نجف تا اینجا پیاده اومدم. دیگه واسه امام حسین مواسطه به حضرت زینب علیه السلام. من النجف. من النجف. لماذا؟ عبد الله. من ناصر. من النجف. من نجف. من نجف. وقتی برمیگردم یک مراسمی درست میکنم، همه ایرانیای سفارت دعوت میکنم. من هر وقتی تعریف میکنم من فقط گریه میکنم. زن سفیر خداحافظی کردم ازش، گفت شما هر سال هر سمون میدی. گفتم بفرما با ما خونه خودته. میلیاردها دلار داره خرج میشه. بار کن از دولت عراق نیست، از مردم صاحب زمان.
این مردم 20 سفر تموم بشه برای $1 دعوا میکنن. این بودجه صرف کردن، این همه تدارکاتی که شده، این همه چیزی که داره میبینی، این دوره آماده سازی برای ظهور است. این مردم الان تو تونل نور رفتن، تو تونلی که زمان اینجا وایسیده، تو نجف وایسیده، تو بصره وایسیده. اینجا سال 2011 هم نیست، اینجا عصر ظهوره. فقط بیام، فقط بیام. باید اینجا رو از نزدیک دید. فقط باید دید. خیلی قشنگه. بیان با واقعا ببینن. به این گفته های منم شاید نتونن درک بکنن و حس حالو، بیان ببینن از نزدیک عشق حال اون، علاقه‌شون، عشق حالشون به امام حسین چیز دیگه میشه. باید بیایی و زندگی کنی.